ای آدم، ای زن، من بزار شدم از تو. نمیخوام با تو زندگی کردم. چی؟ من بزارم از خودتم، از دوست داریتم. زنگ نزمده دیگه. نمیخورم با تو زندگی کردم. تمام گفتستم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. چی شده است برادر؟ راستیش برادر، اویلادور شدم. زندگی کردن نمیخوام. سبب در چیست؟ صورت همون زن با من خوب نیست. صورتت را چی کنم؟ گرچه نداری سیرت، ولی این صورت بی سیرت با یک سوم نخرم گفته است. زن را صورت را نگاه نکن، چون که صورت را الله آفریده است. هر بنده را که آفریده است صورت را الله کشیده است. از همین سبب جوانای امروزه ما زنها را با 4 چیز نگاه کرده گرفته ایستادند. یخیلا برای سوم، دیگرها برای صورت، دیگراش برای منصبش و کم است که برای ایمانش قبول کنند. زن را به خاطر سوم، مال، منصب نگاه نکن، تنها ایمانش را قبول کن. آیا زنت حرمتت میکند؟ بله، حرمت میکنم. وقتی که حرمتت کرد برادر عزیز، او را صورتش نگاه نکن، زیرا اینکه صورتکش این الله است. در تقدیرت چیزی که باشد همون را میبینی. هیچ کس از تقدیر گریخته نمیتواند. میگویند که صورتت را چی کنم گرچه نداری سیرت؟ صورت زیبا داشته باشد و اخلاق نداشته باشد چیکار میکنی اون زن را؟ و چی لازم؟ همیشه با زن نیک باش، زن را حرمت و عزت کن، چون که پیشوای ما زن را حرمت و عزت میکرد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم. با حضرت مادرمان عایشه بازی هم میکرد، در کارهایش یاردم هم میکرد. باید دوست داری کنیم زن را. یک سخنی بگوییم با زن که او را تنها خودت و زنت بدونی، دیگر کسی نه، پنهانی. سخنی که زن او را دوست میدارد نکن برادر جان. این دنیا گذران است، امروز یا اینکه فردا است. نه که من باوری دارم اگر با همین زن خوشرو معامله کنی بهترین زن خواهد شد. میگم مرد میکنه، زن میکنه، نامردم که کند همین زن میکنه. همیشه زن حرمت عزت بکن، انشاءالله این بهترین زن خواهد برای تو شد. حتما زن بگو، یکم سخنی بگو که مثلا من شوخی کردم یا اینکه دیگر هر چیزی که دوست داری باشد. برادر عزیز تشکر. راستیش سخنهای تو خیلی به من تاثیر بخش بود و من خودی حالا زنگ زده از او عذر میپرسم و حرکت میکنم که با زنم معامله خوب داشته باشم. البته زن یک گل است برادر جان، اگر که او را رنجاندی و پژمرده میشود. این زن یک نعمت بزرگ در جهان، یکم این زن است برای ما از جانب الله. این نعمت بزرگ است. صورتش را نگاه نکن، حتما با او خوش معامله کن. خوب برادر جان، حضور زنگ زده بخشش میپرسم. الو زنک جان، چی سخنی که گفته با شما را ببخش. من در خشم بودم، شوخی کردم و از تو عذر میپرسم. حاضر خانه اومده گپ میزنم با تو. خب برادر جان، از تو منادار هستم و خودی حاضر رفته از زنم عذر خواهی میکنم و انشاءالله که مرا میبخشد. البته چون که او مرا به نهایت دوست میدارد. تو هم او را دوست بدار. خب رحمت برادر جان. خدایا بین این جوان و آن زن محبت و عشق را زیاد بگردان.